اونا مسائلی که تعلق به زنا داره تو از او پرسان میکنی، او چطور جواب بده؟ خو عالم نیسته. این گپا را به خاطر میگم که من این گپا را دیدم که طور مسائل پرسان میشه. بچه هم می رقم خوش است که از من مسئله پرسان کرده. نه، که فهمیده که دختر است، عین خواهر خود فکر بکن. اگر با خواهرت کسی همینطور رساله بازی بکنه قطع چاقو میزنیش. او روز تیر کردم که رسول الله صلی الله علیه و سلم جوان چطور قناعت داد که با مادرت، با خواهرت، با خالت، با عمیت همی کار شوه، خوش داری؟ نداری. از او خاطر قطعا از این گپا شما اول به دخترها ضرورت هم نیست موبایلا باشه. قطعش چی میکنه؟ تجارت داره، چی را داره؟ بله، به خاطر بعضی موضوعات برشان به درد میخوره. شمارش به جز از خود و فامیلش همراه کسی دیگری نباشه. چی ضرورت داره؟ خلاص به جز از او کسی که ضرورت داره و میدانی که از جمله اقاربم است، از جمله کسایی است که این گپا نمیشه، این قطعا این کار نکن. چرا؟ مریم اون از او پناه برده، آدم بیگانه را. آلی او گپا نیست. آلی در تکسی تنها خنده و مذاق بکن. خودت در مجامع پیش کردن در معرض الله اوجا گفته بود الله تقرب الزنا. به الله قسم حکم الله متعال اینقدر مصلحت داره که هیچ پرسان نکن. در اسباب زنا نزدیک نشوه. خود تنها در یک اتاق زندگی کردن، در یک چوکی موتر نشستن، در یک موتر در تکسی بالا شدن، در مجامع اختلاط مرد و زن رفتن، کلش همی گپاست. آزاد زندگی کردن، بچه کاکا، بچه عمه و خاله آزاد بیا بگرده، دروازه تک تک نه اجازه به هر کس داده میشه. موجب بسیار بدبختی ها شده که هیچ پرسان نکن. به الله قسم که حکم شریعت کسی در نظر نمیگیره. کدام پرده و حجابی که الله امر کرده ایره در نظر نگیری، انجام و عاقبت انسان سخت حالت خراب می باشه. سخت. موتر چیستا کرولای رنگی طلایی پلیتی 46556 میگه چی کده؟ دروازه را بند کده. دیگه از او خاطر از مریم درس میگیریم که او چقدر چیستا وار خطا شده و به الله پناه برده. به جبریل امین میگه که اگر تو متقیستی مرا بگذار، یعنی به من نزدیک نشو. قال انما انا رسول ربک. جبرئیل امین برش میگه من خو قاصدی پروردگاری توستم، یعنی روان شده پروردگاری توستم. لاهب لک غلاما زکیا، که بخشش کنم برای تو با اجازه الله متعال غلامی، یعنی بچه زکیا پاکیزه که از هر نگاه پاک باشه، از نگاه اخلاق و عقیده و عمل. قالت انا یکون لی غلام. میگه مریم بی تعجب میکنه، یا برای تعجبی گپ میزنه یا این کار میکنه که نه برای من چه قسم پیدا شوه؟ انا یکون لی غلام، چه قسم برای من بچه باشه؟ چرا؟ به خاطر که شرط عادتی اولاد آوردن نکاح است. عقد نکاح میشه یک جا شدن، هم بستر شدن زن و شوهر است. الله متعال به این قسم اولاد میده و ما خو نکاح نکردیم. ولم یمسسنی بشر، مرا مس نکرده هیچ انسانی، نه به طریق حلال که عقد نکاح است و نبت ولم اکو بغیا، و نیستم من نعوذ بالله بدکار و زناکار که من زنا کرده باشم. هیچ رقم خو نیستم، چه رقم اولاد پیدا شود؟ قال كذلك. جبرئیل امین میگه با اجازه الله متعال اینمی قسم، یعنی بدون مس کردن بشر الله متعال برای تو اولاد میده. قال ربک هو علی هین. جبرئیل امین میگه که پروردگار تو میفرماید امی پیدا کردن اولاد بدون مس کردن بشر که هیچ عقد نکاح و گپام نشده و بچه تولد شوه، الله میفرماید که برای ما بالای ما آسان است. چرا؟ به خاطر که پیدا کردن اول برای الله اول پیدا کرده، دوم مرتبه خو به طریق اولا پیدا کرده میتونه. یک پیدا میکنه اینمی اولاد بدون مس کردن بشر. چرا؟ به خاطر که لنجعله بگردانم میره آیتا للناس، نشانه قدرت برای مخلوق، مردم ذریعه هدایت شوه. اینمی بشر ما پیدا میکنم که هم تولد از این سببی چی شوه؟ معرفت قدرت الله متعال شوه. هم تولد از این آینده رحمت به خودی بچه و به مخلوق شوه. خودی بچه به خاطر که پیغمبر جور میشه، به مخلوق دعوت میده مردم به سوی توحید الله. از او خاطر میگه و رحمت منا، رحمت است از جانب ما، رحمت برای مریم، رحمت برای خودی بچه، رحمت برای مخلوق الله، به کلگی رحمت است. و کان امر مقضیا، هست اینمی پیدا شدن بچه بدون پدر، این چیز یک امر فیصله کرده شده است. الله
هر قسم پیدا کرده نکرده. آدم علیه السلام نه پدر نه مادر الله پیدا کرده. حوا از بغل آدم علیه السلام پیدا میشه بی مادر، یعنی پدر موجود است، از بغل آدم علیه السلام پیدا میشه. عیسی علیه السلام از مادر پیدا میشه بی پدر. معلوم شد الله متعال بی پدر و مادرم پیدا میکنه، بی مادرم بی پدرم هر نوع پیدا میکنه. اما عادت الله متعال طوری شده در حیات و زندگی انسان ها که باید 2 نفر عقد نکاح بکنن، بستر شوه، بعد از او اولاد پیدا شوه. این امر عادتی ده به نزد انسان هاست. الله متعال قادر مطلق است هر قسم پیدا میکنه. فحملته جبریل امین در گریبان از او دمیده. جبریل امین دمیده. چرا؟ او ملک است، ملک مذکر و مؤنث نداره و از نور پیدا شده. از او خاطر اینجا مسئله توالد، تناسل، همبستری و گپا قطعا وجود نداره. فقط دمیدن است، دمیدن در گریبان کی؟ مریم. فحملته پس حامله شد به می بچه. فانتبذت آل جدا کرد بهی به می امرای بچه خود مکانا قصیا به یک جای دور رفت. فجاءها المخاض پس فجاءها وادار ساخت، یعنی ناچار ساخت مریم بیبی را المخاض دردی ولادت الی جذع النخلة رفتن به سوی بیخی یک تنه خرما. گنده خرما موجود بود که او را محکم بگیره. در وقت ولادت سخت درد سرش می آید. قالت یا لیتنی متو، در این وقت که اولاد تولد میشه میگه افسوس که من وفات میکردم قبل هذا، پیش ازی نام و نشانم باقی نمی بود. و کنتو نسیا منسیا، من می بودم بکلی فراموش شده، هیچ کسی یاد مرا نمیکرد. آلی حالت خیلی خراب میشه. خواهر مسلمانم میدانی مریم به مرگ خود راضی بود، اما صرف به خاطر ازی که مردم برش طعنه میده از امو خاطر به مرگ خود راضی بود. اینقدر حیای قوی داشت، حیای قوی داشت به این اندازه. مریم بیبی میگه که کاش که من نسیان منسیا بودم. این را حیا میگه. حیا یکی از جمله جوهر بزرگ برای خواهراست. برای خواهرا بهترین چیز برای خواهرا حیا. به مردم حیا است. البته کدام حیا چی را میگه؟ حیا آن چیزی که سبب من از گناهان میشه. کدام خوی خصلت و صفتی که تو را از گناه من میکنه، اون را حیا میگه. حیا بسیار ضرور است. با هر کس ملاقات خنده مزق قطعا درست نیست، خصوصا به خواهران. قطعا باید بسیار خود مراقبت بکنه. مریم اینی حالت سرش آمده، در کدام طرف رفته، تنها هست. شما ببینید این حالت ها را، این واقعات داستانا کلش درسای عظیم است برای ما. آلی زنای ما یک کمی که درد ولادت سرش اضافه شود زودی که در زایشگاه میارشه که الا 10 و 50 نفری را ببینه. مریم تنها میره در یک طرف میشه که حتی کسی دیگری هم نبینه شه. از امو خاطر انسان تنها کنه خدا. کسی را زیاد دیدن حتی قابله را تا که ضرورت پیدا نشده یک کمی درد خو بیازو میاد سری هر کس میاد. اگر تو در زایشگاه بیایی امو ولادت امو درد سرت میاد. لیکن آلی بسیار گپا در حد رسیده، خصوصا در بعضی شفاخانه هم مکمل عکس گرفته میشه نعوذ بالله. حتی ولادت اطفال این بسیار سخت حالت خراب و فحش است، نعوذ بالله که هیچ پرسان نکن. این گپا خیلی غلط است. مریم درد سرش آمده تنها شده و به این خاطر باید کسی او را نبینه. زنایی که حیا داره امیر رقم است، حتی کسی از پیشش خبر نمیشه. کدام زن خبر میکنه در حالت خود؟ خیر است یک کمی درد میکشی، سخت درد است، اما الله متعال اجر برات میده. یک موضوع دیگه، موضوع در اینجا مریم آلی چرا اینطور میگه که ما بخی نسیان منسیا باشم؟ منظورش است که پس رفتن با امرای ای اولاد مورد طعن و لعن مردم قرار میگیرم، تهمت مردم. و کی پاک کنه این موضوع را که ما تا آلی را با کسی نزدیک نشدیم؟ مردم باور نمیکنه. از همون خاطر میگه پارا برش گفتن. قرآن کریم درسای عظیم میده که این یک امر خیلی شنیع است. حتی در اون زمان هم مردم امیطور اولاد آوردن از خیلی بد میدانست، خیلی زیاد بد میدانست. امروز چرا؟ امروز چی گپ است؟ امروز کدام حالت است؟ نعوذ بالله. در پوانتون رفتی به گپا فریب خوردی،
زنا کردی باز آلی طفل در شکمت پیدا شده 10 نفر دیگرم در قتل همین طفل شریک میسازی دیگه کسی خبر کرده نمیتونه و دوست خاله و عمیت خبر میکنی پدر و مادر خواست شرم و خجالت خبر نمیتونی بازو هم قطعی تو یک جای میشه پول و پیسه از کجا قرض میکنه دکتر از زاری میکنه دکتری فاسقم باز به خاطر از این عملیات میکنه و این طفل سقط میکنه نعوذ بالله دور میندازشه کلگی دم این طفل شریک است در قتلش در روز قیامت سوال کرده میشه چرا او دختر تو موقع دادی نعوذ بالله تو موقع دادی خود آماده کردی سرنوشت خود خراب بدتر و ابتر کردی آلی بالا سی کده نمیتونی چرا الله که برات گفته بود که در جای تنها باش اینمی فایده ها داشت در جای تنها که نشیشتی در اختلاط مردا رفتی در مرکز مردا رفتی منجر به میگه پا شد آلی زندگی تلخ است گریان کده برو آبرو عزت برات نمانده نه تو خود چیستی پدر و مادری تو آبرو عزتش تباه و برباد کردی آلی به کسی گفته نمیتونه که دختری مرا طلب کو وضعیت طوری است الله متعال رحم بکنه احکام دین پایمال است وضعیت در حد رسیده که انسان گفته نمیتونه چرا با زنگ بزن ملاهای مفتیای بیدین هم پیدا شده برات میگه پروا نداره سقط کو برو پروا نداره اگر تو هم همونطور می بودی سقط می شدی چطور میکردی در دنیا می آمدی پروسه ها خیلی زیاد روان شده آسان گپیست حالی در شفاخانه برو ما چیسته اولاد آوردن تنظیم میکنیم این منصوبه بندی اولادا به خاطر اینمی مسائل زناست یادتان باشه جامعه مسلمان ها را فحاش میکنه حالا گولی بدی حالا این قسم که حالا این گپا هسته بسیار گپای شرمنده هست خجالتی است که هیچ پرسان نکو بسیار شرمنده است علتش چیست پایمال کردن حکم شریعت الله برات گفته بود او زن سری تو نیست که ساینس و کامپیوتر بخوانی چی میکنی ساینس و کامپیوتری تا سری تو فرض است نان و نفقه تا که در خانه پدر استی سری پدر است در خانه شوهر استی سری شوهر است نکو عمری تبا نکو کل بزرگترین دلیلی که میگه والا دکتر زن اگر زن دکتر نباشه چی رو شوا میزنه به کی ببری به مرد میبرم زمانی که مشکل پیدا میشه در مرد میبرم الله برام اجازه کرده برو امو دکتر فاسد نعوذ بالله قطعی زن کاری بد انجام داد زنا کرد خو یک واقعه هست چی است؟ یک واقعه هست اما تو خواهر که به نام دکتر امروز خب تنها برای طب نمیری امروز خب به خاطر انجینری هم است بگه به خاطر چیسته هنرهای زیبا هم است به خاطر دیگه کلی پهنزه یاسته در اونجا چی گپ است شما پهنتون صحنه پهنتون یک دفعه یک آدم تمثیل کنه که چی کدام فساد است که در اون نیسته کدام فساد خودی تو همشیره تو را به الله قسم تو خود روزی پیش الله پیش میشه الله خواست تو سوال میکنه چه حالت سرت آمده چقدر رویت گرفته شده چقدر مزاحمت برات پیدا شده اما تو پنهان کرده رویستی نه به پدر گفتی نه به برادر گفتم نمیتونی شرمنده هستی خجالت هستی چرا اینطور میکنی یک روز در پیش الله متعال رفته نیستی نفقی تو خسر از این نبود خود تو ما و طب میخوانم که به خاطر چیسته این یاری ببینی حالت در کدام سرحد میرسه در کجا میرسه اسلام دینی است که یقینا شرافت تو را عزت تو را عفت تو را نگاه میکنه تو را یقینا همو مقام منزلت حفظ میکنه مقام منزلت باقی است کدام نعوذ بالله دختری که به می سرنوشت مبتلا شده چطور زندگی داره راستتان بگوی بعد از زنا کردن کل عمرش در خوف و خطر در گریان و در چیسته نالان است حیران مانده که چی کنم روزگار سرت بند شده امو فاسق امو جوان بدبخت و بیدین او که هیچ نه شرافت داشت نه عزت داشت نه خوار داشت نه مادر داشت نه این چیزا را داشت او گرفت فقط کامجویی خدا کرد نعوذ بالله ساعت خدا سر تیر کرد امروز بدبخت توستی او بدبخت است او خود زنا کرد رفت در راه خود توستی که سرنوشتت خراب شده در بدر توستی آبروی تو ریخته او خواهر نکو اگر تو قطعی او آدم جور نبی پدری کس موافق سرت نمیشه قرآن کریم از زانیت و زانی گفته
میایه بخیر در سوره نور. اول زانیه را دختر از ذکر، دختر که تسلیم نشه پدری بچه نمیتونه هیچ نوع معامله با امرای از او بکنه. تو تسلیم نشو. این گرگاه هست، این مردمای فاسد است. خدا متدین معرفی میکنه تو حجاب داری، من تو را دوست دارم. تو حجاب داری، من که حجاب دارم مرا دوست داری، باز تو قطمه گپ میزنی. در دین امیر گفته، در دین امیر میگه که تو قطم گپ بزنی. برو پدر و مادری تا روان کن، در پیش پدر و مادرم که یکی دیگر را بشناسه، یکی دیگر را معلومات داشته باشه. نه ما آدم دیندار هستم، خیلی تو دختری متدین است، ایجابیت خوب است. تو ایجاب خوش داری، راست تا بگو. کلی نعوذ بالله جنجالای جالا برای پورا کردن مقصدش است. مقصد خدا پورا میکنه، باز در نصف راه میگذارشه. او بیچارگک دیگه ایران است که آلی طفل کدام طرف شوه، کدام طرف شوه. بری در شفاخانه از دکترها طلب پرسان بکنی که چی گپ است، کدام حالات است. پت نکنه، پرده نندازی به اون بی حیایی که در این مراکز تعلیمی است، در این مراکزی که اختلاط مرد و زن است. پرده سرش نندازی. به الله قسم کارایی میشه که هیچ پرسان نکو. خب بله خواهر گرامی، با قرآن نشستی الحمدلله، شکر الله را بکش. با چادری سیاهت که میایی شکر الله را بکش. با عزت و عفت که میایی الحمدلله. امر دین، علم دین الله به عزت برات نصیب میکنه، لیکن امر دنیا را به بیعزتی. امروز تو در ترجمه قرآن می پولیتا مردم میپردازه. پولیتا کی میپردازه؟ موتر برات گرفته. شما باور به الله بکنید در روسیه چنده جمع شده برای ما روان شده برای خواهرها. در روسیه، در کانادا، در نروژ، در اتریش، در جرمنی، در انگلستان، در هلند چنده جمع شده. عزت تو میفهمی خواهرم؟ چقدر عزت داری. مردمی که در دنیای اروپا و کفر زندگی میکنه قدری تو را همینجا داره. دیگه شخو خیر، یک کسی برای ما میایه 11 دانه حجاب آورده، من اول چند مدرسه دارم، بسیار استادا دارم، میگه این حجاب از اونجا آوردیم که برای خواهرها باشه. سعی کو تو از اونجا برای تو حجاب میاره. قدری تا میشناسی یا نه؟ علم دینی نمی قدر عزت داره. با عزت میآموزی، با عزت پس خانت میری. الله متعال عزت برات داده. اما علومی که بگوی بی عزت است، همونطور بی عزت است، همونطور بی عزت است. قرآن و حدیث اینی طور عزت داره الحمدلله. شکر الله را بکشی. خواهرایی که الله متعال نصیبشان کرده درسای قرآن کریم و حدیث، شکر الله را زیاد بکشی که الله در دنیا قدرتان عزتتان کرده، در دنیا چقدر عزتتان داره. اگر شما یقینا خدمتگار کتاب الله و سنت رسول الله باشید صلی الله علیه و سلم. خب از مریم یاد بگیری. مریم الگوست برای شما، نمونه است برای شما. نمیخواه که مرگ خوش داره، لیکن اینطور حالت نه، در حالی که مرتکب گناه نیست، صرف به خاطر تهمت و طعن مردم میره میگه. لیکن الله متعال بندگان خاص خدا اینطور نمیگذاره که تهمتای مردم سرش باقی بمانه. الله راه بیرون رفتشه میکشه. کدام خواهری پاک دامنی ما، برادری پاک دامنی ما که مردم تهمت میکنه و در حقیقت گناهگار نباشه، الله متعال یاره حتما اسباب پاکیشه چی میکنه؟ مهیا میسازه. فناداها من تحتها، آواز داد برای مریم بیبی من تحتها، از جانب پایین. دو معنا داره. از جانب پایین خود عیسی علیه السلام زمانی که تولد شده، دمی مجرد تولد آواز داده، غم و غصه مادری خدا دفع میکنه، به سخن میآید. یک فناداها، آواز داد من تحتها، از طرف پایینش جبرئیل امین است، با مریم صدا میکنه الله تحزنی، که غمگین مشو. ای بی سر و سامانی و بدنامی بری تو باقی نمیماند. چرا؟ قد جعل ربک، یقینا گردانیده پروردگار تو، تحت که در زیر تو سریا چشمه آب وجود داره. وسوسه های شیطانی مکمل بعد از غسل کردن در چشمه از بین میره. غسل کردن در وقت خیلی بهتر است. و هزی الیک بجذع النخلة، شور بده بر طرف خود
به گنده درخت خرما که خشک بود، تنه بود، شاخ برگی چیزام نبود. تو ساقط علیک رطبا جنیا، که بیافگنه بالای تو رطبا خرمای تازه جنیان که مکمل پخته شده باشه. امید پیدا شد با مریم. ای خرمای خشک تنیشه چشمه موجود نداشت، حالی پیدا میشه. یس کجا میشه که باز شور بده خرما بیایه. در وقت ولادت خرما خوردن خیلی مفید است، تقویت میده وجود چی را؟ سیاسه را. فکلی بخو واشربی بنوش از این چشمه و قری عینا، خشک و چشمایتا چیستا خشک و چشمایتا سرد و چشمایتا به دیدن اولادت. کدام اولاد؟ عیسی علیه السلام. فاما ترین، اگر تو ببینی من البشر از بشر احدا یک کسی را، فقولی بگو انی نظرت للرحمن، من به نظر گرفتم برای پروردگار خود صوما روزه را، فلن اکلم اليوم انسیا، هرگز سخن نمیگم امروز امرای هیچ انسان آدمیه، فقط به ذکر الله متعال مشغول بشم، چرا که الله نعمت بزرگ عطا کرده اولاد برم. غم نکو، مردم که میبینی همی گپا بزن. در دو زمان روزی کلام هم بود. در زمان ما در شریعت ما روزی کلام نیست، ما سخن میگیم. البته زبان ما بعد از غیبت و بدگویی و گپا روزه باشه، اما مطلقی سخن گفتن این روزه در شریعت ما نیست. چرا نیست؟ پیغمبر علیه السلام در یک موقع خطبه میداد، یک نفر دید که بیرون دفتر ایستاده است. صحابه را گفت کیست ای؟ گفت فلانی است. گفت چرا؟ گفتی قسم خورده که من مکمل عبادت میکنم، من مکمل چیست در سایه نمیشینم، این کار نمیکنم، این کار نمیکنم، از او خاطر کمی چی خدا پوره بکنه. پیغمبر علیه السلام گفت حالا صدا کشه، بگو در سایه بیشی، این کار بکو، نماز گاهی بخوان گاهی ترک کو، دیگه این کار نکو. این نظر گرفته بود به معصیت، کفارم نداشت. به معصیت که تو نظر بگیری کفارم نداره، پیغمبر ما نکرد. از او خاطر گپ زدن گفته بود که من قطعی کسی گپ نمیزنم، گفت گپ زدن دیگه شروع کو. الله متعال این چیزی را خوش نداره، در شریعت پیغمبر این گپا نیست، اما در شریعت موجود بوده. یعنی هم امی بود، گپ هم امی بود که گپ قطعی عیسی علیه السلام زده شود.